تاجیکانه لباس میپوشیم چنین است موضوع صحبت امروزه ما. از لباسشون معین میکنن که این نماینده فلان ملت فلان خلق است یا فلان دولت است. او کجای تاجیک به همیشه لباس پوش گفته است. گپ نمیزنید که ما به چه میفهمونید که این کارت نادرست گفته. موی مایدوی لباس برای عکس برداری میکردن. 4000 سال پیش الکی با متاب بافی آماده کردن رشته بافی مشغول بودند. خب اکنون همین متاسفانه همین رنگ سیاه پوشیه بعضی ها همین رمز مسلمانی قبول کرد. وای رمز مسلمانی نیست. وای اونجا 1500 رشته یک دخترک رشته میبافه. کتای سفیدی قیمت باهایی که امروز هست بیچاره پدر و مادرها عذاب میکشن، بعد بسیارشون بعضی قرض گرفته کردن. این نادرست است. ما علاقه تشویقات رو سر کردیم در بین دانشجویان. آن از ماه مارت سر میشود. از تاریخ پیدایش انمین فرهنگ ملی تاجیکی ما که مادران ما کلانسالان ما اون رو در بر میکردن و اونها ترغیب نمودیم.